سلام بچه‌ها، خوش اومدید به چنل پونس تیوی. امروز یه ویدیوی جذاب داریم، حد زدن ضرب المثل. اگه از ویدیو خوشتون اومد لایک و سابسکرایب فراموش نشه. اون زنگوله رو هم بزنید که اگه ویدیو جدیدی گذاشتیم با خبر باشید. راستی چنل اینستاگرام ما پونس تیوی هم حتما فالو کنید. خب زمان مسئله اول میخوام بریم. بفرمایید. اجازه میدید؟ چرا اختیار از بفرمایید. علما بهشون میدونه بهشون نه. آخ خیلی اوضاع خیته، خیلی اوضاع خیته. آدمی که تیر میخوره اونجاش پاره میشه. بیلیز گوهیه تو پیکاپ مرده. تیر تو سوراخ نمیرفت، دارو بدون بود. بازی رو نقاشی درست کار کنم. شطاریه که رو هر با تیر میخوره. وقتی هاتی تیر میخوری هات چاکلت. بذار من درست بشینم شاید ارزشش زنی تو آره خیلی خیلی تاثیر تاثیر داره. داره والا. این چیه؟ دما سنجس خب بیبی آه. چک. من دارم میخونه واسه ببینم دعوا مرگو برا کسی بمیر که برات تف کنه. نبودی؟ مرده داره میمیره داره میریزه به اونجا گرفته خودش خیلی که سخته میشه. در کجا آدم میز؟ این چرا یه چش داره؟ خریدی این اصلا نداره. باید رو نقاشیت کار کنی تو. نمیتونم بگم این قشنگترین حالت که میتونستم بگم همینه. بعد تب داره پا شویش میکنه. ببین مرحله یکه، این دوه، این سه، صحبت نکن عزیزم نقاشی تو بکش. این سه، از زیرش خارج شد. نه با تیر خورده که تب کنه. آه با تیر خورده که تب کنه. چی میگم؟ چی با تیر خورده که دعوا؟ حالش خوب است. شنگوله. صفا. به اشک تمسا گرگدا کاهل بود. تقصیر دماسنسیست. بابا ضرب المثله. آه. بگم زن بیوه. اینو بگی این چیه این؟ تب داره نانش این مرده. مرده. عوضش کن. من به مرگ میگیره که به تب را ایوان بنازم. نایس. بعدی نفر بعدی که جواب دادم بلند میشم میرم برای جواب دادن. داره برات پاش میکنم از دلم. مرسی عزیزم، شما لطف میکنید. غلطی کردم گفتم. خب بفرمایید. حافظش میاد مثل نارگی انداز کنی. نمیشه بخونی. What the
نوشته من تشکر میکنیم از کسی که ضرب المثل نوشته خودش نوشت نو دادم چی نه چرت میگه خب تشکر تو نمیشه نفت بدم نه؟ نه با قدرت ادامه بده. خیلی سخت. تشکر میکنیم از لکرون. الان دقیقا تو ذهنم همین آهنگ اومد. میشه نوشت ها؟ که فقط جاست نقاشی Just drawing man باقسی میزن فکره شیشته هم گوش داره نزن زدن نداره. یا چه دیگه؟ دسته ها. فارسی یا دست دست ضرب المثل با پا داشتیم. یکیش پا تو سراخ میرفت وایسا رودخونه دریا نمیدونم. رعد و برق. زیر دریایی با دریا میره خوش میشه ایول خب صحیحش نبود صحیحش چی بود؟ پا به دریا بذاره خوش میشه همونه حله دیگه بلند شو شیر مرد. چرا من اینجا این شطاییه که در خونه همه میخوابیم. اون یه چیز دیگه است. خب هولی مولی عبدالمالی تمام از این خارجی ها. میشه ازت خواهش کنم یه توری بکشی ما هم ببینیم؟ آره برای خودت چرا میکشی؟ شما کمتر باستم تو کار لازم. ایشون کمتر ایشون کم ببینید دیگه بله نه جک ولی درست احرامی لوبیاش هم بکش لوبیاش هم. این دست لوبیا هستشه زنبیله هستشه زنبیله است گذاشه تو زاده همون زاده داره فکر میکنه. صف خودشو خب جیب خالی خوزالی توسی پرتغالیست من این حدس نمیزنم. من حدس نمیزنم اینو. اون نقاشی خونه است دیگه. خونه است؟ یه برو موقع اوکی. که حدس خاصی نداره دیگه آقا هرچه بامش برفش بیشتر. خونه خالی آدم پرپول لعنت بر پدر و مادر کسی که در این خانه آشغال بریزه دستش آشغاله دیگه سطر زور فکر کنم به تلفن مکتب دستش خونه نمیرفت خالی یه موقع زنگ بزنه بیا. چی بیاد؟ نمیدونم باش. چی؟ بچه اصلا به چه بود؟ خانه پدری تایمت داره تموم شه عزیزم کاما یه حدس رو بزنید نه یه خونه چشی دوتا آدم خب یاده به چی کار است؟ بی پوله رئیس بانکه در به دره گرگدا کاهل باید تقصیر صاحب خانه زیست جون عزیزم. این الان ای بود. این دیگه گداست دیگه داره کامل دیگه پول پول فکر نداره میکنه دیگه. پول نداره اونم خونه نه، هست مثلا شما دوباره خودت بلند شو. خونه بالینه دیگه بلند شو. خدا خاک بر سرت. خونه همه برسونه تو درست حرف نزن. حضرت الاسلام بفرم. دوغ بخورم دیگه. من تابلو هم واسه بخورم خودم پاک یه بار برای من پاک کرده منم دوستش داشتم خب بفرمایید
همین پیش فرمونده از شما مرسی. من خواستم از اون روزیه که خواهی نشوی رسوا هم رنگ زمانت شد مرسی بذار باز کنم هفت کره و شیت دیگه روسی ها آشپز که دوتا شد بخونم داداش بخونی نه بکش اینو کجا بذارم اینجا ضرب المثل بله داشتی؟ اون گوستم گوسفند؟ گوسفند که شور بشه غذا 2 نفره میشه چی؟ نه وایسا داره میاد داره نه It's coming ای گر گوسفند عاشق شود فلش لطفا آره گوسفندی که قلبش پشم داره لو پشمون بازی کن پشم بازی مختار ثقفی مختار سیبیل سیبیل داره مثلا ژاپنی هم سامورایی در برلین واسه یه سامورایی هم بزن ژاپنه بزن قلب گوسفندا میتونه باشه من هرچی بگی میگم و که بگه گوسفند عاشق جلاد نمی شود هیچ دخترها فریاد نمی زنن سامورایی او یس حضرت ابراهیم و اینا نیست قضیه یه ابراهیم یه ابراهیم بی فرزند نمیدونم فیلم نساختن ازش من همین الان پیشنهاد دادم این فیلم حضرت ابراهیم بسازه چکر سامورایی عاشق گوسفند چرا؟ گوسفند و سامورایی رابطه پنهانی نداره گوسفند و قصابه قصاب عاشق شدنه دوست داشتنه جیگری گوسفنده دل جیگره؟ دل داره توش توش دله گوسفند دل قلب گوسفند دل قلب دل گوسفند is like cherry دوست داشتن علاقه داشتن قلبی شیفته اینا نیست نمیزنی درم گوسفند شیفته علامت سوال فلش قصاب دنبه دنبه گوسفند به دهن یه قصاب چیزی شیرینه میدونم چی بود؟ من واقعا قصاب گوسفنده بخواد چیز بود بشه یادم بیاد بوی گوسفند عاشق دنبه قصابه قصاب عاشق دنبه گوسفنده دنبه گوسفند دل قصابو برده واقعا زمان مثلا نشنیدیم چه عجیبیه همه موافقین بگه نو دل دیگه قلب به چکمش نگاه نکن باسنه دنبه نو این چیه؟ دنبه گوسفنده داره دنبه رو داره قصاب هم داره ولی زبان مثلا ما نشنیدیم گوسفند گوسفنده عاشق دنبه است قصاب عاشق دنبه گوسفند که میمیره تیر تو قلب مرگی گوسفند گوسفند سر مرده بریدن سرلاخی بذار بگم گوسفند مرده هم که ما فکر کنیم الان من بگم دوباره خودم بعد چی دیگه بکشم ها؟ آره نه دیگه میندازیم به ایشون که تا حالا نکشیدن دیگه اوکی من چیز کشم نفهمیدید این چیه نه دیگه بابا خودش نفهم گوسفند فکر جونه قصاب فکر دنبه من نشنیدم. خب تو این یه هلس برش میکشی هلسو گفتم بنویسم گفتین نه نه خب میکشی کامان نه موقع خیلی بد کشیدی واقعا باید گوسفند مرده ما میکشیدم یه چیز اینجوری میکشیم افتیم روحش رفته تو هوا بده من
پشت یا خیلی مهم. آره ببین بدون اینا نمیشه حد زد. مثلا اون دست ماله بود داداش کای کن بس. میخواد پاک کنه من تخته رو من بیشورم پاک نجم مکزیکش خراب شد وقتی پاک کنی جذاب تر. آره ببین کامنت یادتون نره لایک، سابسکرایب و کامنت فراموش نشه. همچنین. فعلا خداحافظ. مگه مجبور آخه میدونم. ببینم دوباره یه آسونه بود. چرا این اینقدر چشتو کندی اسب شانسه. گابه باش ما همش هم فیله اسبه میشه بعد از این سری وقت دیگه من حدس بزنم. خیلی شبیه لیموه موش تو سراخه؟ یه مثبت 18 میخورم ناموسانه یه بیشتر به لیمو میخوره یا طالبی هندونه میوه جاته گوشته گوشته گیر میشه نگی؟ نه بگو بگو. شیطانه اون اولی ابلیس آدمه اصلا آدمه مهم نیست. یه الان نه یعنی نه نه. گوشاش مو داره دیو گوشاش مو داره دیو جگرخوار جن ابلیس فرشته روح لیمودو سینه. What the fuck مامه سینه منطقه. مامه سکینه زدست مامه ناموسن من سربار مثلا با مامه من این همه مامه خوشبختی من حاله مموتی ماموشی این لولو هم این مامه را لولو